سونه جنده چی گفت شیخ؟ الناس ثلاث اقسام، یعنی ناس سه قسم تقسیم میشن. مؤمنون خلص، خالص ایمانه، منافقا نم و کافرها. مؤمنهای منافقها یعنی چی؟ اختلاف نه که وایها چی میشن، یعنی اختبار به گرفتار میشن، وایها قبرنده پرسیده میشن. لیکن کفار خلص ففي فتنتهم خلاف، یعنی وایها فتنه میشد، یعنی وای به چی خلافه. ابن القیم رحمه الله گفت که انهم یفتنون، گفت که چی پرسیده میشوند، یعنی قول راجح پرسیده میشوند برای آن که چی، یعنی چی میگوید، یعنی ها لا ادری، ها لا ادری، یعنی این که بود یعنی کافر نمیدوند از نبیش هیچ چیزه، یعنی برای همین امر چی سخت، امر وزمین نگرید. حتی مثلا چی مرتاب، حتی مثلا چی مقلد، مثلا چی از یعنی چی از اختبار گذشته نمیتواند. همین اند چی میگوید، یعنی نگرید کافر وقتش واضح میگوید که وقتی که میگن که کی پیغمبری تو، میگوید که ها لا ادری. مؤمن میگوید که وقتی که میپرسن پیغمبرت که، میگوید که نه محمد صلی الله علیه و سلم جاءنا بالبينات فاتبعناه وصدقناه، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم، نگرید محمد صلی الله علیه و سلم به نزد ما و به سوی ما با بینات ها، با حجت های، دلیل ها اومد، ما گفته های وی تصدیق کرده، امرهای وی به عمل کرده. این از کجا خواب شبیشنده میبیند این چیز، انسان به طلب علم میشد این چیز. اما مرتاب یعنی آدمی که شک شای، مقلد یعنی میگرد، یعنی خلاص همین اوچی بابا گفت یعنی محمد رسول الله، یعنی خلاص لا اله الا الله محمد رسول الله. این چی میگوید، یعنی میگوید که نگرید این ها لا ادری نمیگوید، میگوید که کنتو اقول ما یقوله الناس، یعنی مردم چی چیزی میگفتن منم همراه مردم میگفتم، مردم چی چیزی میگفتن منم همراه مردم میگفتم. این نجات نمییابد، یعنی وای حال همین بکی، یعنی از علم خبر شای، شب روز میشنود سنه قرآن، سنه گردنش اکبر نمیبردارد، فقط دنیا. یک روز به یک ساعت وقت نمییابد که یک شنید، یک طلب علم، یک چیز شنود یا که یک چیز خوندن به وقت شنید. وای حال وای آدم به چی میگه فردا قبرنده، یعنی چی میگه؟ دیدیم که یعنی این چیز کفایه نمیکند، یعنی تو باید که بدلیل فهمی، بدلیل رسول صلی الله علیه و سلم سنت های چی باورد، نه آورد که یعنی دونه کتاب بمونده بالای رفت بموندن، نه این خونده عمل کردن با آورد علیه الصلاه و السلام. نه